فرخ جان صبحانه آماده است. فرخ جان صبحانه. صبحانه؟ بله. مگه داری اخبار میگی؟ صبحانه. بگو صبحونه. صبحونه. خیلی خوب صبحونه. این چیه؟ چیه؟ این نونه دیگه. این سبد نونه. چرا اینجوری کردی؟ چجوری کردم؟ مثل جیگر زلیخا که تیکه تیکه کردی. جیگر زلیخا چی؟ من اینا رو به قسمت‌های مساوی تقسیم کردم. خب من حالا چجوری اینو لولش کنم؟ چی رو لوله کنی؟ مگه نمیدونی من لولش میکنم میخورم؟ خیلی خوب حالا اینم حالا لوله نکن. چه فرق میکنه؟ عوضش اینجا خیلی قشنگه. نگاه کن. قشنگه؟ آره. مگه کاردستی قشنگه؟ خیلی سرم میخوام بخورم دیگه، صبحونه بخورم دیگه. قشنگه. خب حالا چه فرقی میکنه؟ اینا رو میتونی لوله کنی. میتونه حتما لوله پولیکا نشه. بیا. حیف دیرم شده شد. وگرنه بهت فرقشو میگفتم. مگه کجا داری میری؟ الان دیرت شده. میخوام برم بانک پول این مستاجر رو بذارم به حسابم. خب بانک ها 7:30 باز میکنن. چرا الان میری؟ باشه میخوام برم این شارژ ما رو مگه شده بگیرم، یه دفعه برم بانک همه رو بخوابونم به حسابم. مگه شارژ ماه آخر ماه نمیگیرن؟ من نفهمیدم. تو طرف اونایی یا طرف من؟ نه منظورم این نیست. خب منظورم اینه که خب این طفلی همون اول کاری که 100 میلیون تومان پول دادن. دادن که دادن عزیزم، وظیفه‌شونه بدن. بعدش تازه پول قبض آب و برق و هزینه‌های باغچه و گل و اینا رو بهشون نگفتیم، اونا هم تازه باید بدن. بعدش هم عادت بکنن اول کار خیلی بهتره. عزیزم اینجا که سوئد نیست که. خیلی خوب بیا فرخ جون، اینم لوله است اما ظریف و کوچولو. این دختر بچه‌ها. با فرخ جون یه مقدار پول به من میدی؟ مگه نداری؟ نه. کافیه فرخ جون. بیا یکمی دست رو نگه دار فرید. فرخ آقا بهرام، منم فرخ. آقا بهرام، چرا اینا در رو باز نمی‌کنن؟ کیه؟ بله منم بهرام. منم فرخ، صاحبخونه‌تون. با کی کار دارین؟ شما میخواید با ما ارتباط برقرار کنیم؟ بله اومدم پول شارژ. ارتباط چی آقا؟ آقا من اومدم پول شارژ رو بگیرم. فرخ میگه شارژم تمام شده. درو باز کن، گناه داره. درو چرا باز نمی کنید؟ کلی در زدم، متوجه نشدین؟ خواب بودیم. خواب بودین؟ چقدر شما میخوابین؟ برها صبح بخیر. شارژت تموم شده؟ بله شارژم تموم شده. یعنی واقعا کفگیر به تایید خورده، وگرنه مزاحم نمیشدم من. میخوای بهت شارژ بدم؟ خب بله اگه داریم بدین، ممنون میشم از شما. واقعا از شما ممنونم. یعنی میدونی این شوفاژخونه خرج داره، باغچه هم که میبینی کلی هزینه داره، بالاخره ساختمون هزینه داره. دیوانه احمق، داشت منو میکش. احمق، یعنی دکل برق میمونه. خب پول شارژ نداری؟ بگو ندارم. چرا برق به من وصل کردی؟ احمق. پول میخوای؟ آره دیگه پول میخوام دیگه. من چی برق میخوام؟ چقدر؟ 1 میلیون اگه بدین خوبه. 1 میلیون بده. نه اینو نفرست، من نخواستم. بابا غلط کردم، همین سر برجه. ببین به من برق وصل کنی من سیمام قاطی میشه. برق به من وصل کن. میگم برق به من اینه دست در کنه. ببخشید من اصلا عادت به برق ندارم. اینه که خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب اگه کاری ندارین من با اجازه برم. خانم خیلی ممنون، تشکر، عزت زیاد.
ببخشید من یه ذره چیز شده بودم. چیه؟ قیافت مثل جوجه تیغیا شده. به جون خودت میدونستم به این روز میافتی. عین روز برام روشن بود. مشتری به اون خوبی برات آوردم، قدرشو ندونستی. حالا حقته. بکش تا جونت درآ. ماشینو بپا. چی رو بکشم؟ اتفاقی نیفتاده. اتفاقی نیفتاده؟ قیافت داره زار میزده که مستاجرت پدرتو در آورده. قیافم چه ربطی به مستاجرم داره؟ بیچاره بدبخت قیافم به خاطر برق گرفتگی که این شکلی شده. اما در مورد مستاجرم میخوام یه چیزی بهت نشون بدم که تا غروب عین خورشید بسوزی. بیا تو مغازه کارت دارم. بفرمایید. سلام فرخ خان. سلام بشین. چیزی میخوام نشونت بدم چشات از کاسه در بیاد. راستی تو پلتری مشاری جنابالی چقدر میخواست رحم بده؟ 30 میلیون. 30 میلیون. تا حالا تو عمرت این همه پولی یه جا دیدی؟ چقدره؟ 100 میلیون مک. بابت رهن دادن؟ حالا اینو بلش. اینو بچسب. بابت شارژ این ماه 1 میلیون گرفتم. آتیش شوخی کرده. میخواستم بگم حالا بسوز تا جونت در بیاد. عزت زیاد. اینا بزن جیگرت حال بیاد. این یارو کیه شریفی خرپوله؟ مستاجر جدید فرخ. چند نفرن؟ یه زن و شوهر 2 تا بچه. بچه کوچیک دیگه ها؟ نه بابا، دخترش دم وقته، پسرش هم 30 سالش. اون وقت نمیدونی چی کار است؟ نه، یا از اون خرپولاست یا از کره مریخ اومده. ببینم بگم واکن اینو. سهیل مگه مرض داری؟ یا بیرون ببینم. مرض من دارم یا تو که کوچه رو گذاشتی سره؟ بابا شمایی؟ ببین 1 ساعت خودم به این ماشین دارم میکوبم. بله سر خود آوردی؟ نه فقط فاز موسیقی گرفتن. فاز مازده که حالم خراب میشه. یه دفعه دیگه فاز گرفتم کاری میکنم موقعی هوا وسط بنالم. حالیه؟ چشم. حالا اگه جای میریم برسونم. وایسا ببینم. نمیگی میری سر کوچه یه دسته گل درست حسابی میخری تیز برمیگردی. دسته گل واسه چی؟ میخوام بریم خواستگاری. واسه کی؟ واسه تو دیگه. بهت میخوام زن بدم بلکه آدم شی. خب حالا دختره کی هست؟ ببین عزیزم خانواده درست حسابی هست. من به خانواده‌اش چی کار دارم؟ من باید بدونم همسر آیندم کیه. تحصیل کرده است، بی سواده، منو درک میکنه نمیکنه. ببین شازده باباش خرپوله. گرفتی؟ گرفتم. برو زود بیا. برو. سلام فرید جون. یه لحظه باید کار داشتم. سلام. خوبی عزیزم. یه لحظه باید کار داشتم. باشه. کجا آقا ناصر؟ کجا؟ آقا شما هستید؟ من فکر کردم اشتباه اومدم که اینجوری شد. من فکر کردم اومدم ساندویجی. نه بابا درست اومدی. این کار داداشم دیگه. به اصطلاح خودش اومده زیر ابرو برداره، زده چش و چالشو گور کرده. یه کاسه آب کله بده ما خوریم حالا سینمون باز بشه. بفرما. چی بذارم ناصر جون؟ یه مغز و 2 تا چشم و زبون و بناگوش و پاچه دیگه. دمت گرم ناصر جون. یهو بگو یه گوسفند کامل میخوای دیگه. عجب. بفرما الان میارم.
اون معلوم از کجایی فرید؟ با تو دارم حرف میزنم. فرید دسته این فرید نمیدونم اومدم. تو معلوم از کجایی؟ آره؟ داشتم میومدم آقا بیژن تو کوچه جلومو گرفت. بیژن؟ چی کارت داشت؟ داشت راجع به آقا بهرام و دخترش اینا تحقیق میکرد. چی؟ داشت راجع به آقا بهرام و دخترش تحقیق میکرد. چی؟ بازم بگم داشت راجع به آقا بهرام و دخترش تحقیق. نه میگم واسه چی تحقیق میکرد؟ خب می‌خواستم برن خواستگاری دیگه. چی؟ می‌خواستم برن خواستگاری. نه تو چی گفتی بهش؟ گفتم به نظرم آدم خوبی میاد. تو چی گفتی بهش؟ گفتی آدمای خوبی هست؟ آره گفتم به نظرم آدم خوبی میاد. دیوانه ای تو پسر. چرا؟ بابا میگفتی این قاچاقچی دزد آدمکش لات عوضیه. چرا باید اینا رو میگفت؟ چرا؟ برای اینکه نریم خواستگاری دختر آقا برام. کجا آقا؟ جایی کله بازی نه آقا 2 تا 4 اون برتر. همینجوری سرش انداخته پایین داریم میره. بفرما. کله داری؟ بله که داریم بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید الان من سرویس براتون میارم. بفرمایید. باز داری نگاه میکنه از اون بالا. بفرمایید آقا 2 تا 4 اون برتر. فرخ میدادی یک کله پاچه میخورد تفلکی دیگه. به خاطر این از آدمای قد بلند خوشم نمیاد. میخوام سر به تنشون نباشه. چرا؟ برای اینکه بالا آدم نگاه میکنن. فکر میکنن حالا چون قد بلندن هر غلطی دلشون میخواد میتونن بکنن. ضمن من از آدمای مو بلندم اصلا خوشم نمیاد. اینم بدون. اینو برای آقا ناصر. یه مغز میخواست. کامل میخواستی بگی. این رو برای این ناصر. یه دست کاملی. ببر یه سرویس هم بده به ما آقا. زنگ نزن. چیکار کنم داخل باب کنم؟ خیلی منظورم اینه که بیاین بریم خونه بعد از ظهر برگرد. واسه چی؟ آخه تا کی رو دیدین در صبح بره خواستگاری؟ ببین فراخو میبینی تا بعد از اون مخ اینا رو جوری میزنه که همین دم در رامون ندن تو. بابا به فرخ چه ربطی داره؟ ربط داره قربونه. مسجل قبلیش هر وقت میخواست از خونه بره بیرون از آقا مخلصی تو شهری میگرفته. خب اگه اینطوری باشه صبح بعد از ظهر نداره. هر موقع بیاد مخ اینا رو میزنه دیگه. بله منتها قبلش من مخ اینا رو میذارم تو فارغون با خودم میبرم. صدا از اونجا؟ بله. بیژن هستم همسایتون. خونمون 2 تا خونه اونورتره. چی کار داری؟ راستش جهت امر خیر اومدیم خدمتتون. جهت امر خیر؟ بله. یه لحظه صبر کن. جهت امر خیر یعنی چی؟ جهت امر خیر، جهت یعنی سو، امر خیر یعنی کاری که خوبی در آن نهفته باشد، یعنی کار خوب. پس جهت امر خیر یعنی به سوی خوبی، تو طرف خوبی. این که کار خوبیه. خوبه. من فکر می‌کنم میخوام ارتباط برقرار کنم. ببخشید میشه جهت امر خیر رو به ما نشون بدین؟ جهت امر خیر رو به شما نشون بدم؟ چیزه شما در رو باز کنین خدمت میرسیم عرض میکنم. باز کن. چی داشتین قربان؟ یه چشم و یه پاچه. 2 تا چشم داشتی؟ یه چشم داشتم. برای 2 تا چشم حساب کن. شاید واقعا یه چشم داشتن؟ بهت میگم 2 تا چشم حساب کن بگو چشم. خب 2 تا چشم شما و یه پاچتون میشه 1500 تومان. 2 تومن حساب کن. چرا 2 تومن؟ واسه اینکه چشات شعلا بود. چشش شهلا بود؟ بله موقعی که میخوردی نوش جون میکردی ندیدی چشمش این هوا؟ میشه 2000 تومان. جهنم ضرر. از این بعد برای من معمولی بذار. دیگه مشتری‌ها رو راه ندی ها. میشینن میخونن زورشون بیاد پول بدن. حالا چه خاکی تو سرمون کنیم فرید؟ برای چی؟ برای همین دستگلی که به آب دادی، همین آخریش. کدوم دستگل؟ همین دستگل. من میگم تو آقا بهرامو از کجا میشناسی؟ میگه آدم خوبیه. میخوای پسر مردم رو بدبخت کنی؟ من نگفتم آدم خوبیه، گفتم به نظر آدم خوبی میاد. به نظر من آدم خوبی میاد. حالا بهرام هیچی. تو بیژن هم نمیشناسی؟ میخوای دختر آقا بهرامو بدبخت کنی؟ فروخ جون اینا خودشون آدمای عاقل بالغی ان، خودشون الکی که همونجوری دخترشون نمیدن دست مردم که. از کجا میدونی نمیدن؟ اینا از خداشونه با مردم ارتباط برقرار کنن. ارتباط برقرار کنن؟ بله. همین امروز که من میخواستم برم پول شارژ بگیرم من پشت در به من گفت میخوای ارتباط با من برقرار کنی؟
عذر میخوام، میشه شما بشینید کنار پدرتون، ما بشینیم اینجا؟ من بشینم کنار پدرم که شما بشینی اینجا؟ با عرض شرمندگی. خب شما بشینید کنار پدرم که من همینجا نشستم دیگه. خب من اصلا میرم وای میسم کنار عروسی گلم. شما بشینید کنار ایشون. خب جناب بهرام خان، اصل حال شما چطوره قربان؟ میدونی اصل یعنی ریشه، ته، بن. میگن ته حالتون چطوره؟ بله اصل حال من خوبه، اصل حال شما خوبه. به لطف شما خوب هستم قربان. ببخشید میپرسم، مثل که شما یه مدتی ایران نبودید. بله یعنی یه مدتیه که از خارج شدم، داخل ایران شدم. آها، میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه قربان؟ شغل یعنی کار، یعنی کاری که انجام میدهید و در قبال آن پول دریافت میکنید. پول که دیگه میدونید. خانم یه خورده مشکوک میزنن ها. بنده خدا ایران نبودن دیگه. با آداب رسوم ما آشنا نیستن. بابا این دختره خلوچل میزنه ها. تو به دختره چی کار داری؟ اسب باباشه که آدم دنیا دیده و محترمیه. من چه نمیدونم شغلم چیه. در مورد شغل اطلاعاتی به من داده نشده، ولی من میتونم این سری شغل رو نام ببرم به ترتیب حروف الفبا. جستجو کن. آهنگری، آهنفروشی، آشپزی، آرایشگری، آتش‌نشانی، آرمیچه‌سازی، آهنگسازی، آچارفروشی، آردفروشی، آسیب‌شناسی، آجرپزی، آینه‌سازی، آفریقاشناسی، آسانسورسازی، آلومینیوم‌سازی، آمپولزنی، آدامسفروشی، آسیابانی، آدمکشی، آدمفروشی، آبنبات‌فروشی، آلاچیق‌سازی، آبوزی، آپاراتی، آلاسکایی. چیه؟ تو چه میکنید؟ میکنید چشم. میگم 1 ساعت رفتم تو بیرونم نمیام. بابا خدا وکیلی سر کارمون گذاشتن. سر کارمون نذاشتن. حقمون همچین بلای سرمون بیاد. کسی که در صبح میره خواستگاری دختر مردم حقشه همچین بلای سرش. هم گیر دادی ها. خب راست میگم دیگه. به جون خودم 1 دفعه دیگه به 10 صبح. 10 صبح. حالا هی بگو. من آدم فروشم. مزاح میکنید دیگه. مزاح؟ نمیدونی؟ مزاح یعنی شوخی، یعنی چیزی که باعث خنده و شادی میشه و میگه با هم بخندیم. نه من مزاح نکردم. آدم فروشی شغلیه که من بابتش پول دریافت میکنم. پول خوب میدن؟ درآمدش خوبه؟ بله خیلی خوبه. ما خیلی پول داریم. شهاب چقدر داریم؟ نمیدونی؟ تقریبا 1 میلیون مخ. یک چی؟ میلیون. معادل 1000 میلیارد تومان. آها من میگم بهتر بریم سر اصل مطلب. غرض از مزاحمت اینه که ما اومدیم پسرمون رو به غلامی قبول کنیم. غلامی؟ نمیدونی؟ غلام یعنی اسیر، یعنی برده، یعنی کسی که کار میکنه بهش دستمزد نمیدن. برای چی میخواین پسرتون رو برای غلامی به ما بدین؟ به خاطر همون امر خیری که خدمتتون عرض کرده بودم. البته اشتباه نشه ها. سهیل من قرار نیست بردگی شما رو بکنه. قرار غلامی دختر شما رو بکنه.
ماما خوبه، من موافقم. در این مورد خاص من تصمیم میگیرم. من نبودم، صدا از اونجا بود. کیه؟ چیکار داری؟ بیژن؟ بیژن منم، با من کار دارن؟ با بیژن کار داری؟ عملیه؟ عملی یعنی چی؟ نمیدونی عملی یعنی مرد عمل، یعنی مردی که به نحو احسن کار میکنه و در کارش ممارست دارد و پشتکار دارد. اطلاعات دیگه ای نیست که لازمه به من بگی؟ من خیلی خوشحالم که شما عملی هستین. کی به شما گفته من عملیم؟ آقای فرخ گفتن شما عملی هستین. حرف مفت زده خانم. مردی که بی اصول حساب وراج هر غلطی دلش میخواد میکنه. اگه که دستم بهش نرسه. فرخ سب کن. ببخشید آقا، ممنونم. سب کن. مغازه چیش کنه کارت دارم. نه تعطیلش کردم. مغازه رو همجوری ول کردی بس به امون خدا؟ نه تعطیلش کردم، بستم اومدم. خود کردی تعطیل کردی. واسه چی افتادی دنبال من؟ اومدم ازت خواهش کنم که با این بنده خدا کاری نداشته باشی. خواهش میکنم فرخ. من کاری به کار کسی ندارم بچه جون. من میخوام این دختری مستاجرمون رو از بدبختی نجات بدم. همین. نجات بدی؟ خیلی معذرت میخوام فرخ، با اینکه برادر بزرگتر منی، ولی شما لیاقت نجات دادن یه آدم رو نداری. معذرت میخوام. تو حرف نزن. ببین. بده من کلید خونه رو بده من. نمیدم. میگم کلید خونه رو بده من. نه. میگم کلید خونه رو بده. نه. فرید بده من کلید. نه. ولش کن. نمیدم. میگم ولش کن. خواهش میکنم. میگم ولش. خواهش میکنم. نه فرخ، ازت ممنونم. خیلی فرخ سب کن. یک عملی نشون این فرخ بدم. مرد که هر غلطی دلش میخواد میکنه. شما چرا انقدر خودتون رو ناراحت میکنی؟ منم عمل دارم. ببخشیدا، اما به قیافه شما اصلا نمیخوره که عملی باشی. چرا اتفاقا؟ بهرام شدیداً عملی است. ایشون راست میگن؟ بله. اگه شما واقعا اهل عمل هستین بعضی روزا میتونیم بیام پیشم. شما صبح عمل داری؟ بعضی روزا از صبح تا شب. به یعنی از صبح تا شب میشی پای دستگاه؟ شما دستگاه بهرامو دیدین؟ ببخشید خانم، اینجا سوئد نیستا. اگر زنی بفهمه مردش عملیه چنان بلایی به سرش میاره که مرغای آسمون با حالش گریه کنه. ولی ما اینطوری نیستیم. من خودم عملیم. من و دخترم شدیداً عملیم. بلند شو، اینجا جای ما نیست. این لقمه ها زیادی واسه دهن ما گنده است. خانم یه دقیقه بیشتر درستش میکنم. بهت گفتم راه بیفت. ای بابا اشو بله دیگه، نگاه من میکنم. بیا غلام منو برد. غلام منو کجا میبری؟ پسر من دختر عملی نمیخواد. مامان حالا یه دقیقه واسه شاید درست بشه. چی رو درست بشه؟ میخوای خودتو بدبخت کنی؟ راه بیفت بریم. ببریم دیگه، ببریم. یالش کن. بریم. من غلام میخوام. غلام بیا. نمیذارم فرخ. این دیوونه بازیه چی؟ نمیذارم. برش کن. میگم تا قاطی نکردم ول کن فرید. امکان نداره فرخ. امکان نداره. دیوونه بازی اومدن. فرخ میشی نگو. عبدی بابا همین جمعی. اشارت میکنم فرخ. بابا کاری میکنم. بابا بلش کن. چی بهش برخورده؟ تو عملی نیستی؟ من نمیذارم دختر مردم رو بدبخت کنی. یقه رو ول کن، تو هم ول کن. بلش کن فرخ. حالا داد بزنم سیاه بخوامن. نگو هیچی نگو فرخ. هیچی نگو. بریم بیرون ما رو تنها بذارید. بریم بیرون. فرخ چی شدی؟ فرخ خدای من کمک فرخ الان بهت نفس ماسکی میدم. بلند کن بدم میاد.
چرا دهنمو گرفتی؟ خدای شکر. داشتم خفه میشدم ولی هوا نمی اومد. داشتم میبردم ولی چی دماغمو گرفتی، دهنمو گرفتی. تقصیر خودته، بهت گفتم ولش کن. دیدی آخر سرش هم شدی. خوب شد؟ آره خوب شد. بله که خوب شد. مردی که وظیفه کرده اینجا صاحب نداره. بابا از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه. ول کن. این برام اگه پول داره توی ابله خواهد میره خواستگاری، نه این پسری جوالله. وای خفه شد. چه حرفی میزنی؟ وای خفه شد. چیه؟ میخوای همجوری خاصی مجرد بمونی؟ نمیخوای زن بگیری؟ زن پول دار؟ وای فرخ تو میدونی معیار من هیچ وقت پول نبوده. بعدش هم اصلا با من حرف ازدواج نزن. حداقل 15 سال بعد بگذره تا من دوران بحران این طلاقو به پشت سر بذارم. برو بابا دلت خوشه. برو چشکتو بساب بابا. معیار من تو نیم منم نرجیسی چه برسه به من. برو بابا حالت خوشه. فرخ برو ببینم. وای خدا داشتم خفه میشدم. از مأمور ویژه 2X لارج به رئیس بزرگ. در بین اهالی کره زمین عده‌ای هستند که اهل عمل به حساب می آیند و جهت امر خیر را به دیگران نشان می دهند. اهالی عمل فوق‌العاده متواضع و فروتن هستند و اگر کسی به آنها بگوید عملی شدیداً ناراحت می شوند. نکته دیگر آنکه پسران خود را از سن 20 تا 30 سالگی برای غلامی به خانه‌هایی می‌فرستند که دختر دارند. و جالب اینجاست که اهالی این سرزمین با پول شارژ می‌شوند و اگر شارژ آنها را به منبع الکتریسیته وصل بکنی عصبانی و پرخاشگر می‌شوند. پولی که می‌تواند آنها را شارژ کند 1,000,000 تومان است، معادل 1.5 فینگول خودمان که حتی گوشه نداشته باشد. فرد